بیولوگ انچه خوشناس براستی اساسیاسی بین‌المللی نویسندگان و طبیبانی که از جانب موضوع تویری یکی از طبیبان شناخته جهان میباشند به واسطه یک چند سال قبل در وزارت عدلیه جمهوری ترکستان به کار گرفته شده است. ببینید بارها راهبری معظم دولت کشور ملت محترم محمد رحمان تعیین نمودند که طبیعت را با حفظ نماییم، طبیعت را باید دوست داریم. در حقیقت اساسیاسی که از جانب ما مؤسس تأسیس داده شده است از یک جهت این برای جمع نمودن طبیبان بین‌المللی. ببینید در این 3 روزی که در دهی پتخین ناحیه عینی در یک از جاهای خوشمنظری تاجیکستان همه زیبا است، لیکن با جهان در دهی پتخین همین کنگره گذشت. ما از اون ممنون هستیم که از دولت همسایه ما ازبکستان ببینید برای دوستی بین این دو دولت چطور رهبران دولت‌ها شوکت میرزاییف و امام‌الله رحمان خدمت‌های جاری کردند. مهمانان زیادی آمدند از دولت قزاقستان، از فدراسیون روسیه، حتی یکی از سرمتخصصان بلندپایه‌ای وزارت تندرستی ازبکستان اشتراک نمودند و برآمد نمودند. خوشبختی است که این دوستی خلق‌ها است. من افتخار میکنم که عموما شخصانی که به طبیعت بیشتر رو می‌بیارند عمر دراز می‌بینند اعضا شوند. حتی دکتر تویری در اساتید نوشتند که امروز مردم جهان باید که 100 سال عمر بیند. چقدر میگویند تویستان به پیش.